خب دوستان دیگر اگر سوالی باشد بفرمایید. برادر سلام علیکم رحمت الله و برکاته. و علیکم السلام. دوست سلامت خوب است تنجه مبارک در همین کاربار دولت ما یگان بهبوده نیست، فقط از دیگرگی استاد یا تشمنم کار کنم. این حاضی من صورت عبرتش کار میگیرم و هم صورت نشون میدم. این صورت کی است برادر؟ دیدی؟ بله کم کم میبینم، ولی یک صورت کی هستین؟ ای خدمه اینا. خب بله. آها بفرمایید. انمی کار پرتاتم گرفتم اومدم، روز ندادم، زندگی ندادم. چیکار میکردید شما در وطن؟ کار میکردم سردار، روز ندادن برای کار حلال، نون حلال یک تا پستوید کرد، همش دشنام کن و کلانتر شقتی برامد. حالی اومدم در دیگه جا دیگه گرجنانی گرفتگی کار کرده ایستم، خدا را شکر خدمت کرده ایستم. یعنی شما با خواهش خود آمدید یا مجبور شده زندگی و همون حالت یا سیاست های حکومت شما رو مجبور کرد که وطن رو ترک کنید و غریب شوید؟ یعنی حالا سیاست هم سردار پس تاوید کنی بودم. شما می توانستید مثلا پاره بگیرید، یک قسمی پاره رو به مقامات بالایی سردار خودتان بدهید مثل دیگران کرده ایستادن در همون وطن، همون منصب معیده بود یا کلان بود، همون رو داشته باشید زندگی کنید. چرا این کار رو نکردید؟ چرا مثل دیگران؟ برای که پدرم مؤمن مسلمان صوفی بود، مادرم مسلمان حلال خور بود، تاویم حلال خور بود، همه برادر حلال خور بودم. خواندم من پاره نفرست، حرام نفرست، یا ناله یا تر پاره بگیرم حرام بخورم، فرزند من در دنیا و ناله حرام پیدا شد در کار نیست میمونه. و همین چی شما رو مجبور کرد که ترک وطن کنید؟ و همین چیز. خب من باور دارم چون این صحبت‌های ما رو مثلا کسانی که از دوشنبه تماشا میکنن حداقل 50% کارمندان مقامات هستند، چون اینا باید تماشا کنن، تحلیل میکنن، بعد کامنت مینویسن، زیر ما حرفای میگن، چون وظیفه‌شون است که این صحبت‌ها رو تماشا کنن. حتما صحبت‌های این برادر رو تماشا کرده ایستادن. یعنی وقتی ببینید خود یک شهروند تاجیکستان گفته ایستاده است که من کار میکردم و مرا مجبور میکردن که باید اون دزدی را کنم یا پستاوید کردن میخواستن، یعنی ترک وطن کرد، شهروند یک کشور دیگر رو گرفت. یعنی حالا این رو اپوزیسیون نگفته ایستاده است، این رو یک شهروندی تاجیک گفته ایستاده است. این تهمت نیست، این دروغ نیست. وقتی که ما در داخل کشور بودیم، برادر خودی منم مثل همین برادری که از صحبت کرده ایستاده است که با تجارت مشغول بود و تصمیم گرفتیم که نه، ما باید انداز را چقدر که قانون میگه زیاد هم باشه انداز رو بسپاریم، پنهان نکنیم، درآمد رو و صاف و پاک زندگی کنیم، درآمد بگیریم ولی حق دولت رو هم بدهیم، به کسی پاره ندهیم. چرا ما پاره بدهیم؟ وقتی که حلال کار میکنیم، ندزدیم و نلاگ رو هم باید بسپاریم. و شروع کرد برادر من به سپاریدن انداز طبق قانون، چقدر که درآمد میگیرد و چقدر که قانون طلب میکند همون قدر انداز میسپارید. یک مدت وقتی که انداز رو به همین شکل سپارید، مقامات انداز آمدن گفتن که برادر این خیلی نمیشود، شما رفتاراتون معقول نیست با ما. گفت برای چی معقول نیست؟ من کجا خطا کردم؟ گفت خطای شما در این است که شما انداز رو پورا خوب سپاریده ایستادید، یعنی هیچ را پنهان نمیکنید و اگر شما هم خیلی دوام دادن بگیرید، ما چی کار کنیم؟ مگر من با همین معاش، مثلا اون وقت معاش حالا 1000 سومون نبود، 200 300 سومون، با همین 50 60 دلار من زندگی کنم، من کارمند نلاگ. خب پس راه حل چی است؟ راه حل همین است که شما باید یک مقدار بیا مصلحت میکنیم، شما همه انداز رو به دولت نسپارید، شما هم کمتر درآمد میگیرید، 50% رو بسپارید، 50% دیگر رو هر دومون تقسیم میکنیم، قسمش به شما، قسم دیگرش به ما. چی لازم به بودجه دولت
100% شما انداز میسپارید. اینو منم باید زندگی کنم، من باید با رئیس شعبه‌ام پول بدیم، رئیس شعبه با سردار اپراولین با وزیر با پرزیدنت. یعنی سیستم همین خیلی است. وقتی که گفت که نه من حلال کار میکنم، حق دولت رو میدیم، با هیچ کس پورم دادنی نیستم. بسرش چی آوردن؟ پیش از آن که این حزب را ببندند و تجارت شخصی ما را بگیرن، با بالای او فشار آوردند. هر روز تفتیشات، هر روز کمبودی ها را سوختار خاموش کنی هم می آمد، پروکراتور هم، سانیتاری هم، و کار کردن که دیگر تجارت را بس کند و پرونده جنایتی شما 1 متر زمین رو ایخه کردید، از اونجا گرفتید و مجبور شد کشور رو قبل از این حادثه ترک کند. حادثه همین برادر، حادثه برادر من، حادثه صدها و هزارها نفر دیگر باعث می شود که در تاجیکستان طبق قانون و حلال زندگی کردن، کار کردن، تجارت کردن امکان ندارد. نوار اخیر را که اون برادر ژورنالیست نشر کرد، از یک تاجر همین 1 هفته پیش بینا رو خراب کرده ایستادن، بینای سالم و مرکز تجارتی رو. برای چی؟ برای اینکه یک تاجر دیگر که طاقت داشته است و مثال پاره میدهد، این زمین را صاحب شده است. خب چگونه در تاجیکستان دیگر قانون عمل میکند و یک شهروند در آنجا زندگی کند؟ چگونه فکری سپاراتیسم رشد نکند؟ چگونه مردم از کشور هجرت نکنند؟ و از همه مهم است چگونه مردم در فکر تغییر حاکمیت نشوند؟ حالا اگر کبیری هم نباشد، نفر مردم خودش انقلاب خواهد کرد. مردم چون بیزار شدن از این حالت. بنابراین برادر عزیز، من شما را کاملا درک میکنم و حالا شما راه حل رو در چی میبینید؟ حالا وطن رو ترک کردید مثل ماها. من که برای سیاست و برای آزادی های، حالا اقتصاد رو از ما گرفتن مالکیت رو، ولی برای من آزادی دینی، آزادی سیاسی هم مهمتر بود. به این خاطر هجرت کردم. اما شما که سیاستمدار نبودید، به خاطر فعالیت اقتصادی و کاری و حلال زندگی کردن هجرت کردید. در کدام صورت شما به وطن آماده هستید برگردید؟ کدام حالت اگر شود؟ در همه حالتی که استاد بیا سرجم شیم خیزیم بریم یک این ظالمه و ظالم بچه‌ای که در گرش هستن همشه بگیریم دفع کنیم و یک مؤمن مسلمان مونیم زندگی را پیش بریم. خیلی خوب، سلامت باشید برادر عزیز. انشاءالله رحمان، انشاءالله رحمان فکر بسیار نکنید. خدا خواهد نینی اتش بدونه که من پشت خودم هستم، من اینجا هستم، خودم هم هستم. شما یگان تنقیسی نکشید. انشاءالله رحمان در کارم شوه هم تمیخیزم میرم که یگان کس نمیفهمد به همون جره بیخ. انشاءالله رحمان همه را تازه میکنم، همه را جا با جا میکنم. سلامت باشید برادر عزیز. همین گونه برادران و دوستانی که میخواهند در مبارزه شریک شوند، خدا را شکر صفشون روز به روز زیاد شده ایستاده است. شمارش دیگر در داخل کشور در همه جا بیشتر می شود. اما من یک نکته را اینجا میخوام تاکید کنم. جمله آخری که گفته که یعنی بسیار فکر نکنیم. من برعکس میگویم که خیلی باید فکر کنیم. بعضی برادران خیلی سراسیمه شدن، میگن که همین حرف زیاد زدن و هر روز شکایت کردن چی در کار؟ بیاد فردا جمع شویم و برویم و دست به کار شویم. من میگم که بله، ما باید وقت رو از دست ندیم، اما این به معنی اون نیست که ما باید فکر نکنیم، نقشه نکشیم و اون روز مبارزه رو باید خوب آماده کرد. برادران عزیز، هر روز دیر می شود، اما سراسیمگی هم کار خوب نیست. کسانی که خیلی حالا سراسیمه شدن، من از شما دعوت میکنم برادروار که از همه کسی که شاید هر چیز زودتر میخواد در تاجیکستان تغییرات با وجود بیاد، شاید من باشم. یعنی این نیست که ما در اروپا ایستادنیم و در اینجا طولانی میخوایم بیستیم، نه، هر روزش برای من دیر شده ایستاده است. میخوام فردا در وطنم باشم، در کشورم باشم، اما من نمیخوام این مبارزه مقدس ملی را باز مثل بارها که همین خیلی شد با یک سراسیمگی، با یک اعلانهای ناسنجیده باز قربانی همین هوا و هوس و بی تجربگی کنیم. نه، این دفعه وقتی که خستیم، مردم خست، اعلان شد، باید که جدی باشد و تا لحظه آخر، تا پیروزی باید مردم در سنگر، در جبهه استوار باشد، بیستد. برای این باید که رهبریت جدی، استوار، دارای برنامه، دارای یک نگاه روشن، مردم آماده و از همه مهمش یک نقشه راه باید در دست باشد که اینها همه در مجموع بعد انشاءالله ما رو به پیروزی خواهد رساند. سلامت باشید برادر عزیز. خداوند نگهبانتون باشد.